من عکس دخترهای زمان قاجار رو دیدم، تازه اونجا بود که فهمیدم چرا حافظ و سعدی عاشق خدا می شدن. یک لحظه تصویرسازی ذهنی بکن، دخترهای زمان حافظ و سعدی چقدر له بوده قیافه ها که خال روی صورت آپشن محسوب می شده. اینا می آوردن تو اشعارشون اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال، چون اون موقع خیلی مهم بوده. اما دویومن یک سری قوانین نانوشته‌ای در زندگی ما وجود داره که اگرچه به چشم دیده نشه در وهله اول، اما حقیقت داره و واقعیه. شما یه آدم پولدار رو برو صبح تا شب مسخرش کن اگه پولدار شدی، اما کافیه به یه کچل فقط یه لبخند بزنی، خدا شاهده کمتر از 2-3 ماه تاس میشی. من مدتی سرم رو با شامپو سیب زمینی صحت میشورم، مخصوص موهای بی تفاوته، یعنی شما بزنی نزنی هیچ فرقی نمیکنه براش.